السلام علیکم تماشابینان عزیز. امروز ما به شما در موضوع کنده پیوند معلومات میدهیم. این پیوند در اول بهار در ماه مارس می شود. برای مثال میگیریم همین درخت چیلون. درخت خرما رو در درخت چیلون پیوند میکنند. بگذار که چیلون بیشتر سبزیده باشد، برگهایش رسیده باشد. ما گریپا چیلون رو همین میبریم. کنده چیلون رو با دو تقسیم میکنیم. اکنون از درخت خرمایی که ما باید در اینجا پیوند کنیم قلمچه آورده در همینجا پیوند میکنیم. حالا ما به شما این رو نشان میدیم. خیلی که ما و شما دیده ایستادیم همین نوده خرما ایام بیدارشوی اش هست. مخچه کرده ایستاده است. الکی به بیدارشوی شروع کرده است. ما همین نوده رو یک نوده همین خرما رو میبریم. ما هم قلمچه برای پیوند گرفتیم، هم الکی درختی که این سال میسبزد قلمچه کردیم که نقص حرکت میکند. از اینجا نوده میرویاند یک درختی و مانند سودا درختی که شروع میشود. انا برده اکنون در آنجا پیوند میکنیم. تماشابینان عزیز، اکنون ما وقتی که کنده رو دو تقسیم کردیم وسیع‌تر میکنیم که همین نوده در اینجا جای گیرد. ما تقریبا یک 3-4 بوگو میمانیم و تمام. پایان همین نوده رو ما میتراشیم. من همین طور از دو جانب بسیار احتیاطکارانه میتراشیم که همین پوستی باقی مانده همین آسیب نبیند. حاضر با نازکی هایش رو میفهمونیم. طرف پوستی همین نوده تراشیده ما بیرون میستد. همین خیلی و همین رو ما در این کنده جای میدهیم. بسیار نازکانه که پوست بدنی همین در پوست بدنی درخت پیوند شود، رسد. آهسته آهسته این رو میگیریم. من بینید چخیر پوست نوده خرما با پوست نوده چیلون و یکدیگر نوک به نوک رسیده ایستاده است. ما برای میشود که همین سبز است، لیکن ما برای احتیاط دو تا میمونیم که مبادا اگر یکیش نسبزد دیگریش میسبزد. این را هم احتیاطکارانه میتراشیم و از طرف مقابل میگذاریم. اینش هم باید که در بدنش پوست به پوست رسیده ایستد. حالا اکنون کندچه رو با همین محکم میکنیم که شمار نرسد. همین طور اکنون وقتی که این آب جدا میکنه در اینجا شیره جمع میشود و از داخل این و این هر این رو پیوند میکند و این نهالها روز تا روز سبزیدن میگیرد. برای کمتر هوا ندار آمدن میتوانیم که از جانب بالا کمک خاک بریزیم. همین خیلی خاک میریزیم که هوا نرسد. خدا خواهد اینها سبزیدن میگیرن و این هم در وقتی که هر محل خبر میگیری
اگر از اینجا 94 کردن گیرد، اگر بر کردن گیرد اون رو چینده پاستان میگیره. مثال 7-8 دقیقه یک مرات خبر میگیری، چون که این 94 که از اینجا میسبزد این فرزند خود همین درخت است. همین درخت چلون به فرزند خودش بیشتر شیر میدهد نظر به این درختی که به او بیگانه تر است. وقتی که این برگ نهال ها رو ما هر وقت چیندن میگیریم، تمام قوت، تمام حاصل، تمام شیری که میدهد به این دو نهالچه میرود و آهسته آهسته میسبزد و میشود در آینده درخت خرما. چقدر که ما شما شاهد شدیم، ما دو قلمچه خرما رو در این چلون پیوند کردیم. اینا وقتی که سبزیدن میگیرند تقریبا در میانه های ماه ایون ما میتوانیم که چیزی که در این پیچانده ایم همین رو از طریق اوستاکارانه، احتیاطکارانه کشاده میگیریم، چون که الکی این با غفص شوی حرکت کردن میگیرد. وقتی که میگیریم اکنون اینجا هوای آزاد میشود، ما میبینیم که یکی از اینها اگر قاق شده باشد همون خیلی دست نمیرسانیم، چون که وای جای معین ایستادگی که همون شمال رو میگرداند، ایوان خطر رو میگرداند و این آهسته آهسته بزرگ شدن میگیرد و خودش آهسته آهسته قاق شده پوسیده میغلطد. اگر رود و هر دیش یک باره سبزند، این هم باکی ندارد، اینها یک جای کلان شدن میگیرند، آهسته آهسته غفص شده به یکدیگر جفت میشوند و میشود یک درخت کامل. ما میتوانیم که هر این را در سالهای آینده برابر هر سال قلمچه کرده و یک درخت زیبای مبدل گردانیم. عموما همه درختان را، همه نمود درختان را همیشه پیوند کردن ممکن است. من این نمود کنده پیونده که در ماه مارس اجرا کرده می شود، مثال چلون از همینجا بریدیم، و اشکنه همین دو فرق کردیم و نوچه خرما رو در اینجا جا کردیم. الکی خیلی گرفتن، اینا الکی 2 ساله شدن. همینجا اگر شما نقصر اهمیت دهید، تنه درخت چلون نسبت به تنه درخت خرما فرقیت دارد، رنگشون. این رنگ چلون، این رنگ خرما و این الکی شد درخت خرما. این الکی 2 ساله شدن. این کنده پیونده که در فصل بهار در ماه مارس کرده میشه.